چه خفن. این هم بیرونه، همه گلای طبیعی. چه خفنیه. داره مرده آب میده. اینه نگاه کن، یا خدا چه خفنه. واقعا خفن. من آب میدم به گیاه. گیاه فروشی خوبه، آدم نگه داره. این گیاهای لیموه 30 یورو. اینا خوبن جدا. اینا بکاره قشنگ توی خونهش. انار داره، همه نواله میوه ها اینجا هست. اشام نکتارینا، چه خفن. اینا نعمت ها. وای خدای من. این سگه، این هم محل بازی سگ هاست. سگ خودشن. زونا اجیلیتی گراتویتا. گواردت میگه که میتونی سگاتو نگه داری. چه خفن. چه خفنه بغل در بذاری. واه خیلی دوست دارم. امید خدا برای همتون، هممون آرزوی شادی و زندگی با کیفیت و لاکچری دارم. هممون شایستش هستیم. خیلی حس خوبی گرفتم اینجا آمدم. خیلی به نظر من خیلی شغل با شرافتیه این کار. دمشون گرم. حالا کسی که باغ داری میکنه، حالا این هوا خوبه داست. من دلم برای باغدارای ایران میسوزه، اون دما با اون. واقعا نمیشون زیاد لگد نمیزنم، چیز نشه، داستان نشه، زحمت میکشم، گناه دارم. رو آبا نمیرم چون باید وارد چیز بشیم، دوباره وارد اون بشیم، وارد کامپلکس بشیم. کفشم نمیخوام کثیف باشه که اونجا هم کثیف باشه. مرده داره میگه که نه نمیتونی سریع تصمیم بگیری و فلان.